دوست دارم هر بحثی که میگیم کوالیتی رو میذاره. غزاله جان سلام مجدد، مرسی که قسمت 2 داریم میگیم در مورد هارتلند 2 صحبت کنیم، ولی سر از هارتلند 1 رو بردیم. ولی واقعا قشنگ این فینیشینگ جدیده. آره خیلی قشنگه، جزء آخرین تاورایی که تحویل دادیم. به خاطر محدودیتایی که داریم نمیتونیم متاسفانه، یعنی حالا بعدا بیشتر صحبت کنیم راجع بهش. چه تغییراتی کرده؟ خب کلا شوبا سازنده‌ای که هر سازه‌ای رو تحویل میده یکی بهتر. کلا این مدلی شعارش هم میگه که من هیچ وقت از کوالیتی راضی نیستم. خب اینم جزء پروژه‌ای که تازه تحویل دادیم، یعنی جزء آخرین تاورای هارتلندیه که و خب قطعا اگه نگاه کنین می‌بینین که دکورش، فینیشینگش، کلا کوالیتیش حتی بهترم شده. بعد شما یه ایرادی گرفته بودیم به واحدهای شعبه، میگفتیم کوچیکن، درسته؟ من خواستم یه چیزی بگم. این سازنده دست مشتری رو باز نگه می‌داره که اگه دلش میخواد سرمایه گذاری بکنه و یه 2 خوابه کوچیک بگیره که اجاره بده، این آپشن رو داشته باشه و میتونه 2 خوابه بزرگ بگیره برای خودش. یعنی ما سایزهای متفاوتی داریم، 2 خوابه کوچیک مثلا تو هارتلند 2 خوابه‌ای که ترکون خیلی فروش خوبی هم داشت، 2-300-400 یامون بود. و بعد 2 خوابه‌ای داریم که 3-900-4 میلیون، خب سایزشون خیلی بزرگه. پس به سایز شما نمیشه. آره حالا ما اینجا چون یه خود چیز داریم نمیتونیم فقط یه مجبوریم کات بزنیم بریم ادامه، اصلا این کارو نمی‌کردیم، ولی خب الان بزنیم یه شوروم رو ببینم بعد بریم مفصل‌تر صحبت کنیم با خیال راحت. یهو نیان چون شما رو همه چی حساسه. غزاله جان سلام مجدد. سلام. مرسی که واقعا میدونم این روزا خیلی شلوغی با مشتری و با فروش. ممنون وقت گذاشتی. بریم یه راست چون وقت خیلی کمه بریم سراغ شوبا هارتلند 2. بله. خب من شروع کنم دیگه. بله. شوبا هارتلند 2 رو فکر می‌کنی یه کامیونیتی خیلی قویه؟ آره من خودم میخوام که توی هارتلند نه دید شخصی دیگه توش نیار. کلا از لحاظ ریال استیت یه کامیونیتی، من میدونم که خیلی تعصب داری روش شما و تعصبت هم درسته، ولی واقعا یه کامیونیتی قوی هست، خواهد شد. نه من تعصب ندارم اول، چون میخوام هارتلند 2 رو در مقایسه با پروژه‌های دیگه شما بگم. اصلا من هارتلند 2 رو خیلی بهش باور دارم. لوکیشنش که خوبه، لوکیشن یکی از معیارهای ماست. یکی دیگه از نکته‌های مهمی که داره که اسمش با خودشه، کامیونیتی دیگه، شهرکه. باش یه شهرک چی نیاز داره که داشته باشه؟ الان توی هارتلند 2 هر چیزی که یک شهرک مسکونی میخواد رو داره. مرکز خرید داره، مرکز خرید بزرگ، شاپینگ مال، نمیدونم بیمارستان داره، 2 تا کلاب هاوس کامل که مثلا بالای 40-50 تا امکانات ورزشی و رفاهی و تفریحی داره، 3 تا دریاچه آب شیرین داره مخصوص شنا کردن که خودش شهرک رو خیلی قشنگ میکنه، مدرسه اینترنشنال داره و اینکه هر تاوری هم به صورت مجزا امکانات رفاهی خودشو داره. ترکیب ویلایی و تاورهای مسکونی، انقدر تاورهای مسکونی زیاد نیست که خیلی شلوغ بشه. کلا 13 تا تاوره و 122 تا ویلا و 11 تا منشن و قصر خود سازنده. یه پروژه یونیکه. این ویلاهاتون جای خاصیه؟ من اول اینو بپرسم بعد برگردیم روی اون کامیونیتی. یعنی پخشش کردین توی کامیونیتی یا نه مثلا یه منطقه یه نقاط خاصی از این کامیونیتی؟ آره وسط کامیونیتی 2 تا فاز ویلایی ما داریم که در واقع میتونم بگم 3 تا تایپ هست. یکی ویلاهای 4-5-6 خوابه معمولی، یه سری ویلاهای 6 خوابه‌ای که کنار دریاچه هستن، هم سایزشون بزرگتره هم ویو خیلی بهتری دارن. یه سری منشن داریم و خود قصر سازنده هستش، ولی همه ویلای‌ها توی یه قسمت هستن، جداً، مجزاً و گیتد، هر کسی نمیتونه وارد اون بخش ویلایی‌ها بشه. فکر کنم اینجا داری یه طرفه میریم. آره منم همین فکر رو میکنم. اوکی بعد خب حالا ما ادامه بدیم این صحبتو. ببین میگه کامیونیتی، این کامیونیتی همه این امکانات رو داره. خب اصولا کامیونیتی باید داشته باشه. من چرا میگم فکر میکنی قوی خواهد شد؟ به خاطر اولا لوکیشنی که داره، لوکیشنش از لحاظ اکسسیبیلیتی، از لحاظ لندمارک ها جای خوبیه. خب خیلی به نکته ظریفی اشاره کردیم. لوکیشن اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم با، بذاریم با هیچ پروژه‌ای مقایسه نکنیم، با خودش مقایسه کنیم. خب دقیقاً کنار اتوبان العینه.
یعنی یک اتوبان بزرگ که دسترسی خیلی خوبی داره به رأس الخور که بازم اونم یکی از شاهراهای دبی، همه اینها دسترسی دارن به الخیل، به شیخ زاید و تو 8 دقیقه داونتاون و برج خلیفه و بیزینس بی، یعنی لوکیشن وایز هم اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم خیلی لوکیشن خوبی داره. الان شاید در حال حاضر که دارن مردم میخرن سرمایه گذاری میکنن شاید به نظر بیاد که اطرافش مثلا شاید خالی باشه، ولی کن میدونین که منطقه میدان دقیقاً منطقه‌ای که هارتلند 2 قرار داره جاییه که خیلی از سازنده ها دارن پروژه های بسیار بسیار جذابی میسازن و این منطقه قراره یک منطقه خیلی آبادی بشه نزدیک به داونتاون و بیزینس بی و میدونین که تو چند دقیقه یک ریکاربر هم هست. الان شما یه نمای قشنگ دارین از هارتلند. ما دوربینمون این وریه نمیتونیم داشته باشیم ولی خب حالا و بعد کوالیتی خیلی خوب. بخوایم مقایسه بکنیم با هارتلند 1 میدونین که بازگشت سرمایه‌اش از اجاره فوق‌العاده است. در مقایسه با لوکیشن‌های مختلف دیگه‌ای اجاره خیلی بالایی داره هارتلند 1. دقیقاً هم به خاطر فامیلی کانسپت بودنش مدرسه اینترنشنال کوالیتی خیلی بالایی که داره باعث میشه انتخاب آدم‌ها برای زندگی. یک هارتلند 2 که قراره خیلی کامل‌تر و مدرن‌تر باشه. کامیونیتی نیست. نه. چرا کامیونیتی دیگه؟ کامیونیتی مدرسه این از همه جا دارن میان اینجا مدرسه اینترنشنال. من نمی‌دونم حالا هارتلند که قبلا صحبتش کردیم با هارتلند 2 اینکه حالا کامیونیتی قوی خواهد شد، اینکه یه میکس خیلی خوبی داریم و اینکه حالا جدیداً هم یعنی اخیراً هم یک پروژه لانچ کردیم به اسم DS یه پروژه فوق لاکچری. البته تاور هست دیگه درسته. آره تاور DS امضای آقای PNC منم که یه نمونهشو برای شیخ زاید داشتیم و الان نمونه دومیشو اومده توی کامیونیتی زده. ما تاور فوق‌العاده لاکچری که توی کامیونیتی توی شهرک باشه نداشتیم ولی خب الان اینو داریم. یه تک تاور بود. خب الان سوال من ببینید کامیونیتی شما الان یه میکسی از ویلا حالا به قول ما اصطلاحات ما یه سری برجای لو تیکت و های تیکت لاکچری درسته. این توی یه کامیونیتی جمع میشه به نظرت لحاظ لایف استایل تاثیر خوب داره یا تاثیر بد؟ من یه سوالتون رو میتونم با یه سوال جواب بدم. توی همون داونتاون ما ادرس داریم بله و تاورهای دیگه هم داریم که اصلا قابل مقایسه نیستن با ادرس. خب این شما داونتاون تأثیری میذاره آیا روی اون تاورهایی که خیلی لوکسن؟ نه، جفتشون توی منطقه توی لوکیشن نه تاثیر خیلی زیادی نمیذاره به خاطر اینکه کسی که توی ادرس میشینه امکاناتی که داره استفاده میکنه کوالیتی که داره استفاده میکنه و اصلا فضایی که توشه اتمسفری که توشه زمین تا آسمون با یه تاور دیگه تو همون لوکیشن فرق میکنه برای هر دوتاشون، برای هر دوتا مصرف کننده بود، چه اونی که داره توی اولترا لاکچری زندگی میکنه چه اونی که داره توی یک فضای اکونومی زندگی میکنه منفعت هایی هم داره. مثلا مثال میزنیم الان توی هارتلند 2 کسایی که دارن توی هارتلند 2 خرید میکنن از پروژه های اکونومی ما اولا داشت که یه قیمت مشخصی داره و اینکه کوالیتی خیلی خوبی داره. ما پروژه های اکونومیمون درسته خیلی لوکسیست ولی کوالیتیش خیلی بالاست، اینو همه میدونن، یعنی کسی نمیتونه از الان من اصلا در مورد کوالیتی من در مورد لایف استایل گفتم، در کوالیتی هم میرسیم. منظور من اینه که شما الان میگید داونتاون که اولا خب جزو اولین سازه های دبی بود. خب درست از اول پلن روش بود ولی خب هدف یه چیز دیگه ای بود و اصلا پلنش یه چیز دیگه بود. ولی در رابطه با هارتلند 2 با توجه به بینشی که مدیریت مجموعه شما داره من نمیدونم این چه پلنی روش بوده که این کارو کردن که حالا اصلا کوالیتی کار نداریم، این که حالا به قول شما اکونومی کوالیتیش هم عالیه لاکچری هم که حالا فوق عالیه ما به اون کاری نداریم. ولی به این میگم که کسی که مثلا الان دی اس چند استارتینگ پرایسش چنده؟ 24 میلیون درهمه. کسی که میاد 24 میلیون درهم میده توی وسط کامیونیتی که اون اکونومیتون از 1 میلیون الان که 1 میلیون 800 شروع میشه. 800 خب شروع میشه. نمیدونم یه خورده این بالانس نیست. ببینیم بحث انتخابه. خب این سازنده اومده دست مصرف کننده خودش رو باز گذاشته. اولندش که خب اصلا فضایی که به اون دی اس داره میده، کوالیتی که داره به اون میده، حتی فاصلهش از تاورهای دیگه از هر طرف 45 متر که اصلا فاصله کمی نیست. یعنی تو توی یک کامیونیتی مثل الماس اون وسط با یک فاصله زیادی از بقیه امکانات کاملا متفاوت، ویو کاملا متفاوت و تو نصف یک طبقه رو داری. توی هر طبقه ما 2 تا واحد داریم.
فکر کنید ارتفاعش از تاور استلارمون که 92 طبقه است بلندتره، ولی کن 75 طبقه است، یعنی ارتفاع سقف 2 برابره. یک چیز دیگه ایه. ولی حالا چرا آمده این تاور رو گذاشته توی هارتلند 2 و توی کامیونیتی؟ قضیه انتخابه. کلا شبا به مصرف کنندش این اجازه رو میده که بر اساس نیاز خودش بتونه انتخاب کنه. میتونه توی اون کامیونیتی بره منشن بخره و یا یک ویلای 40-50 میلیون درهمی یا 29 میلیون 30 میلیون درهمی یا یک قصر 230 میلیون درهمی. میتونم اون مشتری یک مشتری بسیار ثروتمندی باشه که دلش میخواد توی ارتفاع زندگی میکنه، دلش میخواد توی پنت هاوس زندگی بکنه، ولی از طرفی هم دوست داره تو کامیونیتی باشه، پیاده بشه با سگش راه بره. یهو نیاز نباشه که مثلا توی مثلا یه گاردن کوچیک فقط اطراف خودش که فقط یه تک تاوره مثلا بچرخه. دلش میخواد مثلا مدرسه نزدیکی داشته باشه، یه عالمه تو ترافیک نباشه، بچه‌ها رو مثلا ببره مسجد. تو قشنگ یک کامیونیتی زندگی میکنه که امکانات رفاهی برای افراد بسیار ثروتمند تدارک دیده شده و اون میتونه تاور بخره 24 میلیون درهم با یک امکانات فوق العاده لوکس، متراژ بسیار بزرگ، لابی اختصاصی هر واحد. یعنی بذاری یه دیگه، یعنی کسی که حالا اون برج لوکستون میخره یا اون ویلاهای لوکستون میخره، جدای از این که یه سری امکانات شخصی داره برای ملک خودش، یه دونه یک فضای مشترک هم داره. بله مشترک هم داره به هر حال، ولی از اون امکانات مثلا کلاب هاوس ویلایی ها برای ویلایی هاست. نمیتونن تاورای مسکونی که مثلا اکونومی ان قیمتای اونا نمیتونن استفاده کنن از اون کلاب هاوس، یا از امکانات دی اس اونا نمیتونن استفاده کنن. امکانات دی اس برای کسایی که توی دی اس هستن. متوجه شدم. الان این سایز کامیونیتی یعنی سایز زمین هارتلند 8 میلیون اسکوئر فیت. 8 میلیون اسکوئر فیت. بعد چقدر توش میسازن؟ ببینین الان کل مستر پلن شبا آماده است. یه چیزی که توی سازنده شبا واقعا جذابه اینه که شما وقتی یه کامیونیتی رو میخوای توش سرمایه گذاری بکنی، از قبل میدونی چه تعدادی تاور قراره کلا اونجا باشه. یه دفعه نمیان یه تاور اضافه کنن. کلا 13 تا تاور و کلا 122 تا ویلا، 11 تا منشن، نمیدونم یه دونه قصر، 3 تا دریاچه آب شیرین و تمام. دیگه هیچ تاور دیگه تو این کامیونیتی اضافه نخواهد شد. مدرسه و امکانات دیگه از قبل همه چیز آماده شده است. اینطوری نیستش که شما ندونی داری یه واحدی رو توی تاور می‌خری بعد یه دفعه. ما نمیدونستیم دی اس میخواد. ما تاورش رو میدونستیم میخواد، نمیدونستیم که قرار اولترا لاکچری باشه. از اون بابت. آره ما اونو نمیدونستیم. خب برگردیم رو اون کوالیتی که خیلی هم روش حساسی. الان این اکونومیا کوالیتیشون خب بسته به حال قدیم گفتن هرچی پول بدی آش می‌خوری. این که کاملا درست. ولی اینو میشه یکم در موردش توضیح بدی که آقا این کوالیتیه که برای اکونومی کامیون توی همچین کامیونیتی که نمیدونم لاکچری داره فلان بسیار نمیدونم فوق لوکس داره و این صحبت‌ها، اون کامیونیتی به چش نمیاد مثلا یکی بره دیگه نه من با همین قیمت میتونم یه حالا برند دیگه کیفیت بهتر. ببینی خیلی آپشن‌ها توی خرید مهمه. من خودم هم مثلا مصرف کنندم، من خودم دنبال اینم که سرمایه گذاری بکنم. خیلی از سازنده ها رو توی دبی چک میکنم، ولی خیلی چیزها رو کنار هم میذارم. یکی خوشقولی و صداقت یک سازنده برای من خیلی جذابه. شعبا تا الان توی پروندهش یک دونه تأخیر و بدقولی نداشته، حتی یک بار، و این قدرت این سازنده است. دو اینکه به خدمات بعد از فروشش معروفه. یعنی شما وقتی واحدتو تحویل میگیری، اولا اگه فروشنده‌ای سرتو بالا میگیری با خیال راحت میگی آخ چون من این واحد رو فروختم. چون مشتری وقتی واحدشو تحویل میگیره کیف میکنه، میگه دقیقاً اون چیزی که نشونم دادن، چه عکسش، چه ویوش، چه نمیدونم نقشه آپارتمان، چه کوالیتی که داره میگیره. انقدر خوشقوله این سازنده و انقدر صداقت داره که حتی مثلا توی شوروم تاور دی اس که ما تو شیخ زاید داشتیم، توی پلن اون تاور یه دونه ستون گنده توی یه اتاق خواب مستر تو اصلی ترین اتاق خوابه بود. حتی تو شورومش اون ستون رو گذاشته بود که اون مشتری خریدار از قبل همه چیز رو میبینه. و من خودم اگه بخوام سرمایه گذاری بکنم ترجیح میدم با سازنده‌ای برم جلو که از همه چیش با خبر و با اطلاع هستم. خیالم راحته. مثلا الان دو خوابه‌ای که الان ما تحویل دادیم تو دیکرس تو هارتلند 1، طرف 2,300,400 خریده 3 سال پیش، الان راحت داره 3,300,400 میفروشدش. و ما بارها دیدیم که مشتریایی که تحویل گرفتن واحدشون اومدن دوباره تو شو آپارتمان توی سلز گالری و برای واحدهای جدید اقدام کردن. یعنی حالا الان چی داریم برای سرمایه گذاری؟ شما
توی هارتلند یک یه آزمون و خطاهایی داشت، یه سری از تاوراش، یه سری از پروژه‌اش واقعا اون کوالیتی که میخواست نداشت، ولی هر چی بعد از اون تاورای خیلی قدیمی داره تحویل میده بی‌نظیرن، یکی از یکی بهتر، همش هم هی داره این رو دیولپ میکنه، هی بهترش میکنه، یعنی پیشرفتش میده. خب آره اینو که قبول دارم، واقعا پروگرس داره. هارتلند 2 رو کی استارت دادین فروشش رو؟ ببینین من الان 2 سال تقریبا توی شوبا هستم. زمانی که اومدم توی شوبا 2 سال پیش من تاورای ریورسایدو که 2027 تحویلشه داشتیم میفروختیم. خب شاید مثلا قبل از من 1 سال قبل از منم یا شاید 6 ماه قبل از منم شروع کرده بودن کلا برای فروش، شاید 1 سال، آره 1 سال قبل از من برای شروع ویلایی‌ها شروع کرده بودن. تازه اول ویلایی رو چون مثلا توی فروشش نبودم و ندیدم، پس احتمالاً 3 سال و نیم پیش شروع شده برای فروش. خب اون موقع قیمت چند بود؟ میدونم که توی هارتلند 2 شروع قیمت یه خوابه ها از 1,100,000 1,200,000 درهم بوده. الان چنده؟ 1,800 برای یه خوابه ها. ببینید کلا تو شوبا من خودم صادقانه میگم مشتری که میخواد سرمایه گذاری بلند مدت بکنه یا مصرف کننده است بهش میگم بدون شک روی شوبا فکر کن. ولی اگه بخواد سرمایه گذاری کوتاه مدت بکنه، یعنی الان بخره 6 ماه بعد بفروشه و با سودم بفروشه، اگه بخوام شوبا رو پیشنهاد بکنم فقط پروژه هایی که تازه لانچ شدن، یعنی پروژه جدیدی که حتی اولین تاور یک کامیونیتیه، توی اون تاور اول بهش میگم خرید بکنه. اون حتی شورت ترمش هم، یعنی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت هم خوبه. ولی در غیر این صورت من هیچ وقت پیشنهاد نمی‌کنم برای سرمایه گذاری مثلا کوتاه مدت خیلی به شوافه، ولی بلند مدت چون بازگشت سرمایه از اجاره بی‌نظیره، کوالیتیش بالاست، خودت اگه بخوای استفاده بکنی کیف می‌کنی. و همه مشتری ایرانی همیشه اینو میگن من یه پروژه می‌خوام که اگه خواستم بتونم برم توش بشینم استفاده کنم، بتونم راحتم اجارهش بدم، خوبم فروش بره. شعبه دقیقاً همینه، به موقع زمان تحویلش خیلی خوب فروش میره، خیلی راحت اجاره میره، اجاره بالا، خودت هم بخوای زندگی بکنی که کیف میکنی چون کوالیتیش خیلی خوبه. خب دوست دارم هر بحثی که میگی کوالیتی رو میذاری. خب خیلی مهمه، به خصوص برای ایرانی که از ایران میاد، چون لوکس توی ایران یه چیز دیگه است اصلا. ولی قبول داری که اند یوزر دیگه شوبا؟ آره شوبا برای مصرف کننده است و با افتخار. اوکی. خب کی تموم میشه این شوبا هارتلند 2؟ 2029 کل کامیونیتی تقدیم میشه به شما. کامل، یعنی مدرسه، بیمارستان، همه شامل. پس فکر میکنی که حالا پروژه‌ای که اونجا بودن، حالا میدونم چون ما این بحث ارزش افزوده رو می‌کنیم میشه برای کسایی که سرمایه گذارن، ما میدونیم که زیاد شوبا حالا درست ارزش افزوده داره ولی بیشتر ROI بالایی داره. فکر میکنی که چند درصد میتونه، یعنی یک شخص میتونه روی اون ارزش افزوده بکشه؟ در بدترین حالتش 30%، 35%. 35%. خب به این حالا این سوالایی که هم میپرسن، هارتلند 1 بیشتر دوست یا هارتلند 2 رو؟ معلومه هارتلند 2. واقعا؟ آره من خودم دنبال اینم که یه دونه واحد تو هارتلند 2 داشته باشم. من بهت پیشنهاد میکنم که جز ساختمونای اولش رو بگیر، چون اگه نگیری دیگه اون بعد خوب قط. خب عزله میدونم جلسه داری باید بریم، مرسی هم که تایم گذاشتی. یه جلسه دیگه با هم بیایم کلا راجع به همه، چون شوبا همه جاها پروژه داره، یعنی با هر ببین به چی اشاره کردی. آره من طرفدارشم، نمیگم طرفدارش نیستم، ولی اونجا که خب من ایجنتم، خب ما همه چی رو همه چی رو ریزش هم میبینیم دیگه. حالا یه سری ایرادات به همه هست، حالا نه فقط به شما. الان کلا بخوای اسم پروژه ها رو بگی، چند تا پروژه داره هارتلند 2؟ هارتلند 2 چند تا تاور داره؟ آره 13 تا. نه خب اینا رو به اسم میگین. آره ریورساید کرسنت که اون وسطی ها هستن، از 300 به اسم 300 تاور، 310 20 30 40 50 60. بعد اسکای اسکیپ اونیو ها رو داریم که 3 تا تاورن، اسکای اسکیپ اونیو، اسکای اسکیپ التیوس، اسکای اسکیپ اورا، این 3 تا. بعد اسکای ویو ها رو داریم، اسکای ویو سولر، اسپکترا و اسکای ویو استلار و دی اس که دیگه آخرش. بعد دیگه لانچ جدیدی هم که ندارید؟ ما لانچ جدید به زودی داریم در دبی، نه تو هارتلند 2 که نه دیگه، این پروندهش تموم شد، مختوم است. و به زودی خبر میدیم. باشه پس یه قولی بده که دوباره هم دیگه رو ببینیم، یه صحبتی راجع به کل پروژه ها کنیم، چون میدونم یه پروژه حالا این مختص هارتلند 2 بود خارج از دبی، یه کار خیلی خفن کردین، اون راجع به اون صحبت کنیم. بعد و اینکه
الان اگه کسی بخواد آخرین صحبتی که بخوام کسی بخواد بیاد هارتلند 2 سرمایه گذاری بکنه واحد بگیره چه پیشنهادی براش داری؟ من پیشنهادم همیشه 2 خواب به بالاست، به خاطر اینکه کامیونیتی فامیلی کانسپت خانوادگیه و بیشتر آدمایی که میخوان اونجا زندگی کنن ترجیح میدن خانواده باشن. به خاطر این 2 خواب‌ها خیلی خوب اجاره میره و خیلی خوبم فروش میره. ولی ما این تجربه رو تو هارتلند 1 هم داشتیم که یه خواباش خیلی درخواست کننده داشت برای اجاره، برای فروش ببخشید. ولی کن هارتلند 2 من پیشنهاد میکنم روی 2 خوابه هامون که هنوز ویو لاگون و دریا 4 رو داریم دست نکنن. بله. از 100 چند میدی به هارتلند 2؟ سوال کلیشه‌ای. از 100 چند میدم؟ ببینین از 100 صادقانه من خیلی صادقم، یه آرتیست صادق. من از 100 اگه بخوام به هارتلند 2 در مقایسه با کل پروژه بدم 98. ما وسط ریکوردمون قطع شدیم به خاطر اینکه انقدر هوا گرمه، این گوشی اینجا بود آفتاب زد و گوشی تعطیل شد، یکیش مجبور شدیم فقط با یکی بگیم. خب پس از اون 2% رو برای چی نمیدادی گفتی؟ 98 2 تا نمره رو نمیدم. 2 نمره رو چرا نمیدی؟ اون 2 تا امتیاز رو کم میدم به خاطر اینکه هنوز ویوهای خیلی پشتش هم مثلا کاش ویوهای خیلی بهتر داشت پشت تاورا. مثلا ما یه ذره چالش داریم به فروش واحدهای طبقه پایین پشت، کاش مثلا پشت خودش یه کامیونیتی بالی میساخت پشت تاورا رو، اینجوری راحت هم میتونستیم واحدها رو بفروشیم. ان شاء الله اونا رو هم میفروشیم. عزیز جان مرسی. خواهش میکنم. من داریم تو رو به چالش بکشونیم ولی تو انقدر با تعصب و با اطلاعات کاملی آدم واقعا قانع میشه. کم نمیارم، قانع میشم. منم سریع قانع میشم. بازم ممنونم از میدونم جلسه داری باید اصلا سریع بری سر جلسه ان شاء الله بفروشی قوی. ممنونم. ممنونم ازت. مرسی لطفا.